بعد آنکه شما به شرکت فابرلیک به پول اعضا میشوید، شرکت به شما امکانات خیلی خوب را پیشنهاد میکند. نام من یوسف جان دخترنظر، با سایت من پادپساز شوید و این ویدیو را بر رفیقان خود روان کنید. بعد آنکه شما اعضا میشوید، کمپانی فابرلیک به شما همه محصولات خودش با از 20% سکیدکه های بخط خوب را میدهد و برای خریدهای خود شما میتوانید که تحفه های بخط خوب را بگیرید. و از همه گویم که محصولات هایی که برای هر یک مردم لازم است، برای هر یک عائله لازم است، در شرکت فابرلیک وجود دارد. یعنی که من به شما میتوانم که مثال بیارم، از به یک عائله چند نمود محصولات لازم می شود و یک دانگی من برای شما مثال می بیارم. من مثلا به یک عائله چی لازم است؟ گویم که زبنای پستا، هر یک عائله زبنای پستا استفاده میبرد، یعنی که کمش یک دانه زبنای پستا گویم که به یک ماه می رود و اگر که عائله کانتر باشد 2 3 4 5 تایی هم زبنای پستا می رود که به این چیز رسخات خیلی بسیار است. و باز برای هر یک عائله چی لازم است؟ شامپون لازم است و در اینجا ما دو نمود شامپو را برای شما نشان میدیم که اینجا هم مردانه هم زنانه، برای اینکه شما فهمید که مرد و زن فرق نداره که همه میتونند بر خود محصولاتی دوست داشتهش رو، محصولات لازمش رو بیابد. از 7 ساله تا 70 ساله گویم که فابرلیک محصولات خود را پیشنهاد میکند. یعنی غیر از این باز چی در شرکت فابرلیک وجود دارد؟ مثلا دیزودرانت، به این چیز گویم که خصوصا در گرمی گویم که مردم گشته نمیتواند و قریبی که همه استفاده میبرد، هم مردها هم زنها، و حاضر چنین دیزودرانت ها برآمدگیان. ایدیا نام دارد که اینها به حد هم با برکه هستند، کلان هستند، هم بوشان به حد عجایب خوشی است که به بسیاری ها حاضر محقول شده ایستاده است. و برای هر یک عائله باز چی لازم است؟ باز خیلی محصولات های دیگر که من شما بازی در اینجا میتونم نشان دهم، لیکن شما همین محصولات ها رو میتونید به همینم به فابرلیک هم رفته از مغازه میخرید، از سوپرمارکت ها خریداری میکنید، لیکن یگان مغازین شما به سکیدکه پدرکه نمیتید، یگان مغازین شما به همین خیلی امکانیت نمیتید که شما پول عائله خودتون رو اکونوم کنید، وقت خودتون رو اکونوم کنید. یعنی که وقتی که فابرلیک دا اعضا شدید، شما علاقه مغازین به مغازین رفتن هم شرط نیست. در سایت کمپانی همه چیز وجود دارد که شما میتونید در خانه نشسته با سایت کمپانی در اومده چیزای لازمتون را خریداری کنید و گویم که در 10-15 منوت علاقه زکات بزنید و به شما دسترسی کرده میبیارند تا آفیس. بعدا باز برای آنکه شما گویم که درباره خوبی های شرکت، درباره سکیدکه تحفه‌اش با شناسای خود با مردم اگر که گپ زنید، معلومات دهید، باز شرکت با شما هر 21 روز از این هم درآمد میدهد. یعنی پروسه برای اینکه شما با مردم تکلیف کردین، پیشنهاد کردین، درباره خوبی های مردم، خوبی های شرکت معلومات داده ایستادین، شرکت با شما هر 21 روز از خریدهای آنها درآمد میدهد که این هم یک امکانیتی بهترین شرکت فابرلیک می باشد. مثلا خودی من از دوره اگر که مکتب خونیم به شرکت آمدگی باشم، این اگر که حاضر دانشجو باشم، پولی دگوار و غیر همین رسخادهای زیاد از درآمدی که مثلا که ما از شرکت فابرلیک کار میکنه و باید همین رو فهمید که کسی که با کار میکنه، مهنت میکنه، حقی به حد خوب میگیرد از شرکت. و در اینجا شما نچلنیک ندارین، دیرکتر نداره. این هم یک امکانیت شرکت که شما برای خودتان کار میکنید، یعنی که با یک کس حسابات نمیتین، شما یگان کس گویم که اشتراف نمیکند، شما خود به خود گویم که خودتان به خودتان دیرکتر شده کار کرده میتونین در شرکت فابرلیک. و باز برای هر یک عائله چی لازم است که این مثلا که در اینجا من باز دیتس که شامپو را نشان دادم که برای کودکای ما شامپو و صابون و زبنه پستا و دیگر چیزا میخریم که برای کودکای هر نمود محصولات ها وجود دارد. باید که این چیز را هم فهمین. بعدا باز چی گویم که پارفومریا همه دوخی استفاده میبرد، زنانه مردانه فرق ندارد، پارفومریا استفاده میبرند و این چیزها در فابرلیک وجود دارند و هر نمودی بو، هر نمودی دید آدم در فکوس آدم در پرفیوم ها وجود دارند.
باز در اینجا من شما به نشان میدم این سانسزاشیتنی کرم، یعنی که کرم برای روی آدم رو از آفتاب محافظت کردن. یک وای خوبش، خاصیت خوبش در رو به وای نمیکنه، مثلا که بلیسک نمیتید روی یعنی که یا خیلی مثلا که هستن که استفاده میبرن روشون در بلیسک میتید، روشون در آفتابی در کجا یا رقص میکند که بسیاری ها به ناقلای است این چیز. ای فابلیک بلیسک نمیتید و حاضر گویم که اینگن وقتی همین ایکی باید که آدم خود را از آفتاب محافظت کند، برای اینکه داغ رو اگر که داشته باشد زیاد نشود، برای اینکه هر خیل روش به گویم که نقصانات ها پیدا نشود. این کرم را باید که همه وقت استفاده بره. بسیارتر برای زن ها میتونین که استفاده بره، زنی که زن ها خیلی بسیار از این چیز استفاده میبرن، مثلا که صابون، هر یک آیله استفاده میبرد. اینجا با فابریک و هر نمودی این خوب وجود دارد. من پلاس یک دانه که به شما مثال آورده استادم و گویم که برای طبابت در اینجا هر نمودی ما با ویتامین ها وجود دارد. از یک نمودش این من این گونه روغن سیاه دانه می باشد که در اینجا 3 نمودی محصولات خوش شده است. فقط روغن سیاه دانه نه، روغن سیاه دانه که مثال به 1000 در دوا گفتم پس دن استفاده میبره. باز بسیار چیزهای دیگر هم با این خوش شدگی که برای ایمونیته، برای گویم که مردانه و زنانه بسیار فایده خوب داره. اما بعدا رپین مسئله برای آدمی که موی سرش میریزد استفاده میبره، مثلا که رپین مسئله رو بسیاری ها تعریف میکنن. یعنی همین نمودی محصولات ها خیلی زیاد است در شرکت ما که هر یک آدم استفاده میبرد. من مثلا گویم که همه اون چیزایی که ما با شما نشون میدیم خود ما استفاده بردگیم، خود ما خریداری کردگیم. یعنی که هر یک آدم انمی خیلی میتوند که با شرکت فابریک اعضا شود، خریدار شرکت شود و باز با خواهش خود در شرکت کار کرده، بیزنس خودش را پیش برده، پیشروی کند. وقتی که شما با در شرکت پیشروی میکنید، شما ابروی اعتبار خیلی بلند رو پیدا میکنید، شما دوستهای خیلی زیاد رو پیدا میکنید، شما درآمدی دائما افزایش یابنده به آخر رو پیدا میکنید. شما برای خود چیزهای دلخواه خود را خرید کرده میتونید، کار کرده میتوانید که این به حد امکانات های خوبی شرکت فابریک میباشد. یعنی اون محصولات هایی که شما دیده استادین به همینم رفته مغازه میخره، به همینم از دست دیگران میخرن که دیگران فایده میبینن. خوبش مرحمت با فابریک اعضا شوین و گویم که هم پول خود را اکانوم کنین، هم وقت خود را اکانوم کنین، هم با خودکشی خود صاحب درآمدهای به‌حد خوب شوین. سلامت سربلند باشین. با این ویدیو لایک کنین، فکرای خود را در کامنت‌ها نویسین، با دوستان رفیقان خود این ویدیو را روان کنین و پادکستشون را از یاد نبرین. سلامت باشین.